سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ بعد از چندین ماه برگشتیم به این کانال ورزشیمون. نمیدونم چند وقته که ویدیو نداشتم، اصلا نرفتم نگاه کنم. یعنی دیدین این تریفا که میگن روم سیاه و این داستانا، همون حالتی دیگه. ولی قراره کامبک خیلی خفن بزنیم. الان نیاز به حمایت شما داریم. نیاز داریم که لایک کنید، کامنت بذارید که از این ویدیوهای خفن و آموزشی بیشتر تو این کانال بذارید. دمتون هم گرم. مرسی کلی. همونجوری که از اون تایتل و تامنیل دیدید، قراره بریم با هم یه سرشونه خفن بزنیم، FS7 بزنیم، یه سیستم تمرینی فوق العاده که هنی رم بودم اختراع میگن، ثبتش کرده دیگه، ثبتش کرده. بریم با هم بهتر کنیم. صبحونه زدم، قهوه سازمون خراب شده، علی کافه میخورم جاش. تبلیغات علی کافه کرده باشیم مثل رایگان. لیتس گو، بریم بهتر کنیم. این سری دیگه باشگاه باشم با امیر جواد قرار تمرین بکنیم داداشم، ولی قبلش یه اودی روشن کردیم که اینجا یه اشغالی بکنیم، ولی توضیح نکردم که برم باشگاه چه چیزی هم خودم برمی‌دارم و این داستانا. اولا که هیچ جنبه تبلیغاتی نمی‌تونه داشته باشه این ویدیو، چون اصلا چون شرکت ترک قرارداد ما نبسته، فقط کارهایی رو تو روزمره انجام میدم، چیزایی که روزمره مصرف می‌کنم. خودم خواستم به اشتراک بذارم باهاتون، امیدوارم که شما هم لذت ببرید و عشق بکنید. کراتینی که قبلا فکر کنم ویدیو گذاشته بودیم، پروتئین یادم نیست، فکر کنم ویدیو گذاشته بودیم، یادم نیست واسه ترکو. جفتش چیزای خوبی ان، هر چی که تهیه بکنید پروتئین کراتین فرقی نمیکنه، فقط سعی کنید به صورت اورجینال از داروخونه‌ها تهیه بکنید. من قبل از تمرین یه قهوه میخورم که دیدید، بغیر از بحث صبحونه که امروز اوتمیل خوردم و این داستانا که قبلا اونم ویدیوشو گذاشتیم واسه درست کردنش. کراتین 5 گرم مصرف میکنم، بعد تمرینم 5 گرم. اینو برمیدارم که بعد از باشگاه بریزم تو شیکرم، پست ورکاتم مصرف میکنم. پس این 1.5 2 اسکوپ پروتئین وی برمیدارم واسه بعد از تمرین. قبل از تمرین پروتئین وی نمیخورم. بعضی اوقات صبح ناشتا میخورم، ولی امروز نه. تقریبا 2 اسکوپ شده امروز دیگه. خوبه، 2 اسکوپش خوبه. اسکوپاش کوچیکه، مثل بقیه پروتئین وی ها نیستش که بزرگ باشه. این از این. چقدر گرمه تو این هوا، چرا باید آدم قهوه بخوره؟ کراتین هم که 5 گرمش الان میخورم. کراتین خوردن بچه‌ها خیلی مسئله مهمیه. اکثر بچه‌ها میریزن تو آب، میخوان قاطی بکنن، ترکیبش بکنن، اولی که حالا بعد ترکیب نشدنش به کنار کلی میچسبه به این اونور شیکرتون و اصلا مصرف نمی‌کنید. اسکوپشو میگیری، بهترین روشش همینه، میری بالا. چون قبل میشد یه آب روش می‌خوری، تمامش قضیه حله. 5 گرم واسه کراتین هم خودم میبرم باشه. let's برو بریم. بچه‌ها داریم میریم باشگاه. خیلی هوا گرمه. زده 36 درجه، حالا فکر نکنم 36 درجه باشه، ولی خیلی گرمه هوا. قهوه هم که خوردم دیگه دارم شور عرق میریزم. از همین الان گرم کردیم دیگه، اومدیم. فقط اول ویدیو گفتم که وسایلمون رو برداریم. خیلی بچه‌ها تازه میخوان باشگاه شروع بکنن، نمیدونن چه وسایلی باید بردارن واسه باشگاه رفتن. بچه‌ها قمقمه حتما هم روی خودتون باشه، میخواد شیکر باشه یا هر چی فرقی نمیکنه. لباس باشگاه یعنی میشه کفش باشگاه هم باید حتما داشته باشه. با کفش از بیرون اومدین نرید توی باشگاه لطفا. این از این. حوله شخصی داشته باشید اگر باشگاهتون خودش حوله نمیده، و همین چیزایی بود که مهمه. آب همیشه باید مصرف بکنید، مثلا قمقمه همیشه همراهتون باشه، شیکر. و لیتس گو بریم باشگاه ببینیم چه خبره. بازوی نداری که بیفته. با خشایار اوه رو 8 کمکش بده، بره چی بده.
آرنج بیر بالا، آرنج باید بید بالا. تایتانیک باشه، جک و روز باشن. برو شلا. برو شلا. فشار یهو وارد نکن، ضربه نزنی واسه فشار نزنی. الان پاره کنیم دستم دیگه رو باید بگید نیمان. این باز مکس خشار، مکس 3 4 مکس خشار 5 خشار مکس. آفرین، عالی. خب بچه ها تمرین تموم شد. خشار اومد، خشار قهرمان آسیاس، قرار یوتیوب هم به زودی استارت بزنه. چه تمرین خفنی بود. شرمنده بچه اون شد میکروفون بس نکنیم، هیچ فرقی وگرنه نمیکرد. آهنگ که داشت پلی میشد کلا کپی رایت بود، واسه این موضوع تاثیر نداشت. میدونم توی ولاگ اول، ویدیو اول بعد از مدت ها تو این چنل ایرادا خیلی زیاده، عذرخواهی میکنم پیش و دمتون گرم که مثل همیشه حمایت میکنین با کامنت و لایکتون. یاد نکنید چنل سابسکرایب کنید، زنگوله روی آل بذارید. عاشقتونم. اگه دوست دارید تمرین بعدی تمرین عضله خاصی باشه حتما برام کامنت بذارید که اون تمرین انجام بدیم. عشق منید، دوستتون دارم. فعلا.